آیا تا به حال احساس کردی رویاهای بزرگ داری اما انرژی لازم برای عملی کردنشون رو نداری؟ با خودت فکر میکنی فردا شروع میکنم، اما فردا هیچ وقت نمیاد. میخوای کارهای بزرگی انجام بدی اما حتی شروعش برات سخت به نظر میرسه. در مورد نوشتن یک کتاب، تناسب اندام یا یاد گرفتن چیز جدید فکر میکنی اما به جاش روی گوشیت میچرخی یا تلویزیون تماشا میکنی. چرا اینطوری میشه؟ چون نه به خاطر تنبلی همیشگی، بلکه به خاطر بزرگ بودن کارهاست. وقتی چیزی خیلی سخت به نظر میرسه، مغزت میگه بیا یه کار راحت تر بکنی. اما خبر خوب اینه که میتونی این رو تغییر بدی. تنبلی جزء ذات تو نیست، فقط یک عادته و عادتها قابل تغییر هستن. فکر کن چند بار به خاطر غیر ممکن به نظر رسیدن هدفها گیر کردی. میخوای پول پس انداز کنی اما فکر این که باید روی همه چیز کاهش هزینه کنی خیلی سنگینه. یا اینکه میخوای سالم‌تر شی اما فکر دویدن هر روز خسته کننده به نظر میرسه. این به این معنا نیست که اهمیت نمیدی، فقط مغز طوری تنظیم شده که از درد دوری کنه و به دنبال راحتی باشه. ولی من اینجام که بهت بگم میتونی مغزت رو فریب بدی. این 3 مرحله ساده که بهت میگم کمکت میکنه تنبلی رو کنار بذاری و به کارهای مهمت برسی. 1. کارها رو کوچیک کن. کارهای بزرگ ترسناک به نظر میرسن، بنابراین اونا رو کوچیک کن. مثلا اگه میخوای کتاب بنویسی، به جای فکر کردن به نوشتن 200 صفحه، امروز فقط یک جمله بنویس. قدم‌های کوچیک راحت‌تر هستن و حس خوبی بهت میدن. تصور کن که داری کوهی رو صعود میکنی، نمیپری به قله، یک قدم برمیداری و بعد از اون قدم بعدی. 2. روتین‌های ساده بساز. به اراده خودت تکیه نکن، روتین‌هایی ایجاد کن. اراده بالاخره تموم میشه، اما روتین‌ها کارها رو خودکار میکنن. مثلا اگه میخوای ورزش کنی، کفشات رو کنار تخت بذار. اینجوری وقتی صبح بیدار میشی راحت شروع میکنی. روتین‌ها مثل چرخ‌های آموزشی هستن تا زمانی که به طور طبیعی کارها رو انجام بدی. در کل روتین‌ها کارها رو راحت‌تر میکنن. 3. قاعده 2 دقیقه‌ای رو به کار بگیر. سخت‌ترین قسمت شروع کردنه. بنابراین به خودت قول بده که فقط 2 دقیقه روی چیزی کار کنی. همین. میخوای کتاب بخونی؟ 1 صفحه بخون. میخوای اتاقت رو تمیز کنی؟ از یک گوشه شروع کن. وقتی شروع کردی، ادامه دادن راحت‌تر میشه. مثل این میمونه که یه توپ رو از تپه هول میدی. اولین هول سخته، اما بعدش خودش برکت در میاد. نکته اضافه: بعد از 2 دقیقه که کار کردی، به خودت یک پاداش بده. شاید گوش دادن به آهنگ مورد علاقت یا یک استراحت کوتاه. پاداش‌ها باعث میشن شروع کردن حس خوبی داشته باشه و تو رو برای ادامه تشویق کنه. واقعیت اینه که همه از نقاط کوچیک شروع میکنن. کسانی که بهشون احترام میذاری هم با سختی روبرو میشدن اما ادامه دادن. لازم نیست کامل باشی، فقط باید شروع کنی. به رویاهات مثل آتیش نگاه کن. الان فقط یک جرقه کوچیک هست. هر اقدام کوچیک تو مثل سوختی برای آتیشه. ادامه بده، این سوخت رو اضافه کن و به زودی آتشی پرشور خواهی داشت. پس امروز چیکار میکنی تا این آتش رو روشن کنی؟ یادت باشه شکست بخشی از سفره. همه شکست میخورن. مهم اینه که دوباره بلند بشی و تلاش کنی. شکست مخالف موفقیت نیست، بخشی از سفره. بنابراین با خودت مهربون باش و به جلو برو. حالا برای اینکه بتونی به کارهای مهمت برسی، این نکات رو رعایت کن. اگه جاه طلب هستی اما تنبل، این کارها رو بکن. 1. کارها رو کوچیک و آسون کن. 2. روتین‌هایی برای خودت ایجاد کن. 3. با فقط 2 دقیقه تلاش شروع کن. همین. منتظر لحظه عالی نباش. همین حالا شروع کن. یک کار رو انتخاب کن و امروز یک قدم کوچیک بردار. رویاهای تو منتظر تو هستن. برو و اونها رو محقق کن. فقط باید ثابت قدم باشی. حتی تلاش‌های کوچیک و منظم میتونن تغییرات بزرگی ایجاد کنن. اما بدون اقدام نمیتونی ثابت قدم بمونی. پس بیا شروع کنیم.